خب به سلامتی نوح جدیدم پیدا شد. یه پیامبر خودخوانده تو قنا اومده ادعا کرده که خدا بهش دستور داده همین الان کشتی بسازه، چون قراره یه طوفان عظیم بیاد و کل زمین رو ببره زیر آب. اسم این مرد ابو نوحه و داره با چوب و میخ کشتی‌های غول پیکر میسازه تا بشریت رو نجات بده. این مرد مرموز ماهاست که تو اینترنت وایرال شده. حالا ادعاش چیه؟ میگه خدا ردای حضرت نوح رو تن اون کرده. پیش بینیش اینه از روز 25 دسامبر یعنی 5 دی ماه یه بارون سیلاسا شروع میشه که 3 سال طول میکشه و یه اقیانوس بیپایان کل زمین رو میپوشونه. برخلاف بقیه که فقط حرف میزنن، این آقا دست به کار شده. ویدیوهایی ازش هست که نشون میده داره 10 تا کشتی چوبی میسازه و خودش شخصا داره روشون نظارت میکنه. اون میگه تنها راه زنده موندن سوار شدن به این کشتی‌هاست. بعضی منابع میگن قرار چند هزار نفر رو نجات بده، اما ادعای دیگه میگن این کشتی‌ها قرار 600 میلیون نفر رو جا بدن. فکر کن 600 میلیون نفر تو 10 تا قایق چوبی، مگه اینکه مردم رو تبدیل به فایل زیپ بکنن، وگرنه از نظر فیزیکی که غیر ممکنه. و تازگی اومده ادعا کرده که حیوانایی مثل بزا و پرنده‌ها به خواست الهی دارن صف میکشن به سمت کشتی‌ها. واکنش مردم تو اینترنت خدا بوده. کامنت‌ها پر از سواله. حاجی کشتیت وای فای داره؟ اون تو میشه از کش اپ استفاده کرد یا پول نقد بیاریم؟ ولی ابو نوح به دل نمیگیره و میگه به نوح اصلی هم میخندیدن، ولی آخرش کی غرق شد؟ و اما عجیب ترین بخش داستان هم اینجاست. با اینکه این مرد صدها هزار فالوور تو تیک تاک و اینستاگرام داره، هیچ کس نمیدونه اون دقیقاً کی و کجاست. خبرنگارای محلی قنا هر چی گشتن نتونستن محل ساخت کشتی‌ها رو پیدا بکنن. هیچ رسانه‌ای معتبری نتونسته باهاش مصاحبه بکنه. حالا همین باعث شده یه تئوری عجیب همین وسط شکل بگیره. نکنه ابو نوح کلا محصول هوش مصنوعی یا همون AI باشه. بعضی میگن ویدیوهاش خیلی واقعی به نظر میان، ولی تو دنیای امروز هیچی بعید نیست. شاید کل این ماجرا یه شوخی بزرگ اینترنتی باشه که داره ما رو سر کار میذاره. چه این مرد واقعی باشه، چه یه کاراکتر هوش مصنوعی و چه یه کلاهبردار، تاریخ موعودم نزدیکه. روز کریسمس 5 دی ماه اگه بارون شروع شد، شاید باید دنبال وای فای کشتیش بگردیم.